کارمندان ریاست عدلیه ولایت ختلان فعالیت خود را در اساس فرمان و امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نوتریت دولتی و دیگر سند و معیارهای حقوقی براه مانده جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و اجرای عملیات نوتریالی تدبیرهای ضروری را راهاندازی نمودند. حالا وابسته به این موضوع با همکارمان مرحبا رمضانزاده مستقیما در تماس میشویم. مرحبا. تشکر همکاران عزیز. ریاست عدلیه ولایت ختلان فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دستورهای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و قرارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان براه مانده است. بینندگان ارجمند، حالا هم صحبت ما هستند صمدزاده افتخار، معاون سردار ریاست عدلیه ولایت ختلان. حالا میخواهم که در موضوع به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی صحبت داشته باشیم. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره بقایگیری دولتی اسناد حالت شهروندی که ماه ینور سال 2025 در شکل مکمل و در تحریر نو قبول جانبداری امضا و مورد عمل قرار دارد، تولد، وفات، عقد نکاح، بیکار کردن عقد نکاح، مقرر نمودن پدری، فرزندخواندی و عوض نمودن نسب نام و نام پدر، اینچنین انجام دادن دیگر عملیات های وابسته به این ثبت هایی که در بالا قید کردیم گذرانده می شود. و از طرف جماعت های شهرک و دیهات باشد تنها بقایگیری دولتی تولد، یعنی که تولد تا سن 1 ساله، اینچنین بقایگیری وفات، این هم تا وفاتی 1 سال، مقرر نمودن پدری کودکانی که تا سن 1 ساله هستند و بقایگیری دولتی عقد نکاح با استثنای عقد نکاحی که یکی از طرفها شهروند خارجی یا شخصی به شهروند باشد، همین اسناد حالت شهروندی رو از طرف جماعت ها به جا آورده می شود. باید قید نمایم که طبق قانونگذاری نو وابسته به بقایگیری دولتی اسناد حالت شهروندی که بیشتر با خصوصیت با عنعنه های ملی طبق فهرست نام های ملی تاجیکی نامگذاری کردن و به قید دولتی گرفتن اسناد حالت شهروندی دارد. من بعد در مرکز شهر و ناحیه هایی که جماعت ها وجود دارند، آنها اسناد حالت شهروندی رو به جا نمیآورند. در این مرکز ها از طرف خودی بخش های ثبت اسناد حالت شهروندی که در مرکز جایگیر شده هستند اسناد حالت شهروندی رو به جا میآورند. حالا میخواهم درباره برنامه دولتی تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان صحبت داشته باشیم. یکی از سمت‌های اساسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان این خود بلند برداشتن سویه معرفت حقوقی شهروندان به حساب می‌رود و در این سمت از طرف خود کارمندان ریاست عدلیه ولایت، از طرف واحدهای ساختاری وزارت در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، نوتاریوس‌های دولتی، مدیران و دیگر کارمندان بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی کارهای معینی را به سامان رسانده ایستاده‌اند. از روی معلومات‌های موجوده در همین 3 ماه اول سال 2025 از طرف ساختارهای کارمندان ذکر شده بیش از 640 عدد واخوری و صحبت‌ها و برآمدها و نشر و مقاله‌ها و دیگر توضیح و شرح حقوقی در شبکه‌های اجتماعی در واسطه اخبار عامه برآمد نمودند. این زمان در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه مخصوصی ریاست عدلیه وجود دارد با نام مقامات عدلیه ولایت ختلان. همچنین صفحه دیگر ریاست عدلیه ولایت ختلان عرض وجود دارد که همه وقت فعال می باشد و چاره‌بینی هایی که در حدود ولایت گذرانده می شود وابسته به هر موضوع های گوناگون در همین در صفحه انعکاس می یابد. میخوام درباره به جا آوردن عملیات های نوتریالی معلومات بدهید. تأمین فعالیت مقامات نوتریات دولتی یکی از سمت‌های اساسی مقامات عدلیه و همچون ریاست عدلیه ولایت ختلان به حساب می رود. نوتریات دولتی این ساختار مقامات دولتی است که حقوق و عهدهداری های شهروندان رو با راه به جا آوردن عملیات نوتریالی حفظ می نمایند. نگفته نماند که در برابر اداره های نوتریالی یعنی که نوتاریوس های دولتی باز دیگر مقامات هایی هستند که
ҳуқуқи ба ҷо овардани амалиёти натариро доранд ва ин ҳуқуқҳо дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ ки аз 16 апрели соли 2012 мавриди амал қарор дорад иҷро карда мешавад. Ин аз тарафи ҷамъиятҳои шаҳрак ва деҳот, инчунин аз тарафи намояндагоҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ. ташаккури зиёд. бинандагони арҷуманд ҳамсӯҳбати мо буданд. Самадзода Ифтихор, муовини сардори раёсати адлияи вилояти Хатлон.